دسامبر سال 1992 توی یه دفتر کوچیک تو انگلستان. تو شرکت ودافون صدای جشن و مهمونی می اومد. همه داشتن دور هم خوش می‌گذروندن. ولی نیل پپورث، یه جوان 22 ساله، پشت کامپیوترش نشسته بود و داشت روی یه پروژه مهم کار میکرد. نیل یه پیمانکار بود که برای شرکت سما گروپ کار میکرد و مسئول تست یه سیستم جدید پیامکی بود. اون شب همه همکاراشون مشغول بودن، شاید داشتن جشن میگرفتن، ولی نیل تنها بود که باید مطمئن میشد این سیستم کار میکنه. ایده این بود که مدیرهای شرکت بتونن سریع به منشی و دبیرخونه‌ها پیامک بدن تا رفت آمدشون رو گزارش کنن. یه جورایی مثل پیجرهای قدیمی اما با امکانات جدیدتر. نیل پیام کوتاهی فرستاد برای ریچارد جارفیس، مدیر یکی از بخش‌های ودافون. پیامک چی بود؟ 2 کلمه ساده: مری کریسمس. نیل خودش نمیدونست اون لحظه داره یه قدم بزرگ برای تاریخ ارتباطات برمیداره. اون فقط داشت وظیفه‌ش رو انجام میداد. این سیستم اولش فقط یه وسیله ساده برای اداره ها بود، اما کم کم تبدیل شد به یه چیزی که هممون روزانه ازش استفاده میکنیم. تا سال 2011 فقط تو بریتانیا 150 میلیارد پیامک ارسال شد. تو ایران هم پیامک از سال 1381 وارد شد. اما واقعا این ایده پیامک تو گوشی همراه از کجا اومد؟ مت مک‌کانن مهندس اسکاتلندی بود که تو شرکت نوکیا کار میکرد و ایده ارسال پیام کوتاه از طریق شبکه موبایل رو داد. قبل از اون موبایل ها فقط برای تماس گرفتن بودن و کسی به فکر فرستادن پیامک نبود. البته مت همیشه میگفت این فقط کار خودش نیست و حاصل تلاش جمعی همه مهندساست. مت تو سال 2014 از دنیا رفت، اما ایدهش هنوز زندگی ما رو تحت تاثیر قرار داد. از یه پیجر ساده تا میلیاردها پیام فرستاده شده. پیامک بهمون یاد داد حتی یه ایده کوچیک میتونه دنیا رو تغییر بده.